همکاران ارجمند، خانم ها و آقایان، اجازه بدین که 60مین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به همه شما تبریک. مهمترین اصل در حقوق بشر و اولین پله دموکراسی آزادی عقیده و بیانه. و البته منظور از اون آزادی برای مخالفین حکومته، برای اینکه بدیهی نیست که موافقین همیشه در مدح و ثنای حکومت آزادن. و در حقیقت آزادی بیان مورد تایید حقوق بشر ناظر آزادی بیان اقلیته و بدیهی است که اکثریت به قدرت رسیده هر نوع حقی رو به خودش اختصاص میده. وزیر رو در یک حکومت لاییک پیروان مذاهب الهی و در حکومت مذهبی افراد لاییک و در حکومت‌های سوسیالیستی طرفداران سرمایه‌داری باید بتونن آزادی عقاید خودشون رو بیان کنن. اونچه که آزادی بیان رو محدود میکنه سانسور که گاه علنی و آشکاره که من به اون سانسور حکومتی میگم. سانسور حکومتی غالبا منجر به امر دیگری میشه که ما به اون خود سانسوری میگیم. یعنی نویسنده یا هنرمندی که برای انتشار اثر خودش بایستی از حکومت اجازه بگیره چون میدونه که آزادی کامل نداره، سعی میکنه به شیوهی بنویسه که اثر رو قابل چاپ شناخته بشه. اگه ما چاپ یک اثر ادبی یا هنری رو به تولد نوزادی تشبیه کنیم، سانسور باعث میشه که اینکه قبل از تولد فوت کنه یا اگر متولد میشه نابساختنده باشه. چنین سانسوری در بسیاری از ممالک از جمله ایران وجود داره. در ایران برای چاپ هر کتابی بایستی قبلا از دولت اجازه گرفته بشه. حتی ترجمه آثار ادبی هم احتیاج به کسب مجوز برای چاپ داره و بسیاری از کتاب‌ها اجازه چاپ گرفته نمیشه یا اینکه ناشر و مترجم رو مجبور میکنن که قسمت‌هایی از کتاب رو حذف بکنه تا اجازه چاپ بده. و از همه بدتر زمانی است که کتابی اجازه چاپ میگیره اما دادستان و دادگاه این اجازه رو قبول نمیکنه و باز هم نویسنده و ناشر رو تحت تعقیب قرار میده. وضع روزنامه ها هم بهتر از این نیست و سانسور در روزنامه بسیار شده و در سالهای اخیر هم تصمیم گرفته شده و آثاری که مروج نیهیلیسم، لایسیته و فمینیسم باشه اجازه چاپ یا تهیه فیلم ندن. دولت ایران بسیاری از سایت‌های اینترنتی رو فیلتر گذاشته، از جمله سایت‌های مربوط به حقوق زن همه فیلتر شده. و اما نوع دیگر سانسور که مثل شکل اول علنی نیست اما بسیار قوی‌تر هم عمل می‌کنه، سانسوری است که در برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا وجود داره و من به اون میگم سانسور پنهان. در این گونه سانسور حکومت رسما و علنا دخالت نمی‌کنه. هیچ کس رو به خاطر نوشتن به زندان نمی‌اندازه. اما رسانه‌ها و انتشارات بزرگ در انحصار یک یا چند گروه که به طرز تفکر خاصی تعلق دارند. رسانه‌های مستقل وجود دارند اما قدرت مقابله با مدیای بزرگ رو ندارن و به زودی از خودن و به این گونه است که بازار چاپ و نشر در انحصار عده‌ای معدود باقی میمونه و خلاقیت‌های هنری و ادبی از بین میره. این هم یک نوع سانسوره. به عنوان مثال ما اگر به اسامی صاحبان رسانه‌های بزرگ در آمریکا نگاه کنیم می‌بینیم که 5 اسم در همه اونها هست و اینها مالک رسانه‌های آمریکا هستند که اینها حدود 4 تریلیون یعنی 4000 میلیارد دلار رو در کنترل و مدیریت خودشون دارن. این تمرکز و انباشت سرمایه آنچنان تمرکز قدرتی رو به وجود میاره که نقش فرد و جامعه در اون به کلی تحت شعار قرار میگیره.
و چون صحبت از سانسور پنهان شد بایستی به نوع دیگر اون هم در دنیای دیجیتالی اشاره کنم. علاوه بر فیلترینگ که در بسیاری از کشورها برای سایت ها وجود داره، شکاف دیجیتالی که بین کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای غیر صنعتی وجود داره باعث میشه که نویسندگان در این کشورها هم نتونن صدای خودشون به مخاطبین برسونن. 2 نفر یک کامپیوتر وجود داره، این رقم در کشورهایی مثل آنگولا و بیافرا به هر 3000 نفر یک کامپیوتر میرسه. طبق آخرین آماری که گرفتن 50 میلیون نفر از مردم جهان تا به حال تلفن رو ندیدن. در چنین جهانی چگونه یک نویسنده و هنرمند میتونه به خلق آثار هنری بپردازه و اونو به دست مخاطبینش برسونه؟ و شاید به همین دلیله که اکثر جوایز ادبی و هنری به هنرمندان و نویسندگان کشورهای پیشرفته صنعتی تعلق میگیره و این یک مسابقه نابرابره. اگر دونده پرقدرت با فردی لنگ مسابقه بده، نتیجه اون از پیش معلومه و بردن در این مسابقه افتخار چندانی نداره. و به همین مناسبت من سپاس خودم رو به گزارشگران بدون مرز تقدیم میکنم که به نویسندگان و ژورنالیست هایی جایزه میده و اونها رو معرفی میکنه که از کشورهای غیر صنعتی و در شرایط سخت دارن کار میکنن. از کمکی که به نویسندگان و ژورنالیست هایی که در شرایط سخت در کشورهای غیر دموکراتیک حمایت میکنید سپاسگزارم.